به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز. با سمینار پرتونگاری صنعتی و تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی در خدمتون هستیم. بنده معتمدی هستم، مدیریت مجموعه صنعت مشاوره اسپادان رو در خدمتون هستم و این سمینار 2 ساعته رو در حضور آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی هستیم، رئیس انجمن خوردگی و نایب رئیس انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیر مخرب ایران. دوستان عزیز، یه سری نکات اولیه رو خدمتون میگم. اول اینکه صدا و تصویر بنده الان برای دوستان اوکی هست. کسی هست که صدا و تصویر بنده رو واضح نداشته باشه؟ یه چک صدا و تصویر با هم دیگه انجام بدیم. اگر کسی صدا و تصویر رو نداره، بسیار عالی. در حین سمینار اگر مشکلی برای اتصال داشتید میتونید با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. همون شماره تماسی که براتون اطلاعات روی واتساپ و SMS ارسال شده. در حین دور سوالاتی که از جناب دکتر دارید رو میتونید توی قسمت پیام خود را وارد کنید، تایپ بکنید و سوالات خودتون رو ارسال بکنید. ما اینجا سوالات رو پرینت میگیریم، حضوراً خدمت جناب دکتر میدیم. اگر در واقع بین تایم سمینار فرصتی باشه ایشون بریک بدن، سوالات رو خدمتشون میدیم، مطالعه میکنن و تو ابتدای سکشن بعدی و همچنین پایان سمینار خدمتون در واقع سوالات رو پاسخ میدن. اگر هم سوالاتی هست که مرتبط با مباحث سمینار جاری نیست، اونها رو هم بفرستید، توی فرصت مقتضی برای جناب دکتر ارسال میکنیم، پاسخش رو مکتوب براتون میفرستیم. دوستان عزیز، ابزارهایی که توی این سامانه اسکای روم هست در اختیارتون رو میتونید استفاده کنید. چون تعداد نفرات زیاده و تایم محدود، شاید خیلی فرصت ارتباط صوتی گرفتن یا تصویری نباشه. سوالاتتون رو بیشتر به صورت تایپی ارسال بکنید و کافیه که فقط سوال رو بفرستید. نیازی نیست دست بگیرید یا قبلش اجازه بگیرید، موردی نداره. شما به لحظه که سوالات رو ارسال بکنید ما پرینت میگیریم و توی فرصت مقتضی جناب دکتر پاسخگو هستن. من خواستم یه عرض ادبی بکنم. این ورکشاپ رو ما در 2 قسمت ارائه میدیم. قسمت اول که به بحث در واقع بیشتر انواع عیوب و تفسیر عیوب در فیلم‌های رادیوگرافی میپردازه. اگر فرصت شد مباحث روش‌های نوین رادیوگرافی رو هم توضیحاتی خدمتون میدیم. اگر هم نشد انشالله در سمینار بعدی، بستگی داره که با چه سرعتی مباحث پیش بره. در حین دوره سعی بکنید تا حد امکان از صفحه نمایشگر بزرگتری استفاده کنید تا از دیتیل پاورپوینت ها و اسلاید هایی که آقای دکتر استفاده میکنند بتونید بهتر برداشت بکنید و همچنین اینترنت پرسرعت. اگر با لپتاپ یا PC متصل هستین سعی کنید از اینترنت ADSL پرسرعت یا 4G گوشیتون به صورت هات اسپات استفاده کنید که قطعی اینترنت هم نداشته باشید. در نهایت سوالی که رایج پرسیده میشه جواب میدم، این که این فیلم این جلسه رو بعد از اینکه در واقع حالا اصلاحات روش انجام شد، ویرایش شد و حجمش معقول شد، ظرف 1-2 روز آینده در اختیارتون میذاریم. پایان این سمینار یک قرعه کشی در خدمتتون هستیم. دوستانی که در پایان سمینار حضور دارن و آنلاین هستن و به تمام دوستانی که تا پایان سمینار با ما همراه باشن گواهی حضور در سمینار صادر میشه و خدمتشون ارسال میشه به صورت سیستم گواهی دیجیتالی که شرکت صنعت مشاور به صورت روتین توی سمینارهاش صادر میکنه و در اختیار دانشپذیران میذاره. من خیلی دیگه بیش از این مصدق اوقاتون نمیشم. کلاس و جلسه رو در اختیار جناب دکتر ابراهیم حشمت دهکردی قرار میدم. من تصویر رو قطع میکنم، تصویرهای دکتر رو در واقع وصل میکنم و ایشون در خدمتون هستن. کلاس در خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال خیلی خوشبختم که فرصتی حاصل شد از طریق شرکت صنعت مشاور بتونیم چند ساعتی در خدمتتون باشیم و یه مقدار مباحث فابریکیشن ها در حقیقت ساخت و مسائل عیوبی که در فرآیند ساخت به وجود میاد و نحوه شناخت اونا در خدمتتون باشیم و ببینیم چه کار چقدر مهمه این عیوب و چقدر تعیین کننده هستن.
شما استحضار دارید که یکی از فرایندهای ساخت پس از ریختگری و آهنگری و اینا فرایند جوشکاری هست. جوشکاری یک فرایندی است که به مهارت پرسنل بسیار وابسته است. اگر جوشکار مهارت داشته باشید یه جوشکاری سالم تولید میکنید، اگر مهارت نداشته باشید کارا خراب میکنید. به طور مثال چیزی که ما حالا تو این کارگاه ها و تو این برجا و مخازن و اینا میبینیم، خیلی اوقات جوشکاری هایی که روی استینلس استیل ها انجام شده اگر جوشکار ناشی باشد خب یه بار مجازیم تعمیر کنیم، ولی اگر قرار شد دوباره همون جوشکار تعمیرات رو به درستی انجام ندید و بریم تعمیر دوم و بریم تعمیر سوم، اصلا و ابدا اون استینلس استیل دیگه یه قرون هم نمیارزه، چون بسیار حساس به تشکیل کاربید کروم میشه و خوردگی مرزدانه‌ای و مسائل از این قبیل. پس بنابراین بعضی آلیاژ ها را مثل کربن استیلام نمیشه به تکرار تعمیر کرد. حتی همون کربن استیلام معمولا تعمیر سوم دیگه زیاد توصیه پذیر نیست. پس بنابراین یک بار جوش میدیم به درستی، اگر عیوبی ظاهر شد بعد اون تعمیرات انجام میدیم و الا قرار نیست ما از صبح تا شب یه جوشکار بیاد جوش بده اندیتی کنیم بگیم اینجاش پروسیتی هست، اینجا لاک آف فیوژن هست، اینجا لاک آف پنتریشن هست و باید این جوش شکافته بشه دوباره جوشکاری بشه و اینا. این اصلا چیز نیست، کار خوبی نیست و پیشرفت کارتون هم بسیار ناچیز هست و اصلا تمام متریال رو خراب میکنید اینطوری. پس بنابراین ما کاری که باید بکنیم اینه که عیوب جوش ها به طور کلی حالا بشناسیم، بعد که شناختیمشون علت به وجود اومدنشون هم بدونیم و راه‌های جلوگیری از به وجود اومدنشون هم توصیه کنیم. منتها پس از این چیز حالا ما یک تکنیک هایی هم باید توی NDT به خصوص تو RT رعایت کنیم که یک کیفیت تصویر فیلم خیلی خوبی به دست بیاریم که بتونیم عیوب تو اون فیلم ها تشخیص بدیم و به درستی قضاوت کنیم. پس بنابراین ما میخوایم عیوب جوش ها بفهمیم چیا هستن به طور کلی، چرا به وجود میان، چون خیلی اوقات شما یه جوشکار را مرتب تعمیر میدید که آقا اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، اولا که اینا از فوری میگن خب اگه خودت میتونی بستان بزن دیگه، ولی ما قرار نیست جوشکاری کنیم، ما قراره بازرسی کنیم، ما قراره که توصیه های لازم رو به جوشکار بکنیم که چه کار بکن که این عیب به وجود نیاد. این خیلی مهمه، یعنی کسانی که پشت ویور میشینن و تفسیر میکنن بایستی بدونن که چرا عیوب به وجود اومده و جوشکار چه باید بکند که این عیوب به وجود نیاد. این از همه مهمتره، چون بعضی اوقات با این اوضاعی حالا که به هر حال فشار اقتصادی که وجود داره خیلی این جوشکارها واقعا به نون شب نیاز دارن، به هر حال باید شب نون ببرن خونشون و اگر شما به خاطر تعمیرات مکرری که بهشون میدید از سایت بیرونشون کنن، یه جوری بین خودتون و خدای خودتون دچار گرفتاری میشید که آقا عجب چه کاریه، من این پسر را بنده خدا بیرونش کردم و این شب نون خونه میبرد و اینا و یه جوری خودتون متاثر میشید. لذا باید بدونیم عیوب جوش چطوری به وجود میاد و چه کار کنیم که به وجود نیاد. حالا اینجا یه سری به اصطلاح عیوبی هست که من خیلی مختصر زیاد نمیخوام دیتیل وارد بشم، ولی خیلی مختصر میام وارد این کار میشم. welding defect، بعضی اوقات میگن weld defect، به هر حال welding defect یا weld defect هر دوتاش یکیه. عیوب جوشکاری یا عیوب جوش هر دوتاش به یه مضمونه. ببینید عیوب کلی جوشکاری اینا هستن و ما انتظار داریم که به اصطلاح دوستان ما که سر این کلاس نشستن و این مباحث ها یاد میگیرن حتما عیوب جوشکاری ها اصطلاح انگلیسیش هم بدونن که دوچاره وقتی میخوان ریپورت بنویسن دقیقاً از همین
واژگان انگلیسی استفاده کنن. درسته ما فارسی زبان هستیم، ولی خب دیگه تو کارهای بین‌المللی واقعیت اینه که با همین عیوب در حقیقت سر و کار داریم و با همین اصطلاحاتی که استفاده میشه. ببینید اینا کل عیوب جوش هستن: اوورلپ یا اووررول، آندرکات یا زیر برش. الان اینایی که من خدمتتون عرض میکنم تو فرهنگستان ادب و زبان فارسی هم با همین اصطلاحات ثبت کلی شده، ثبت ملی شده و دیگه ما آندرکات ها با همون کلمه زیر برش استفاده میکنیم دیگه، نمیگیم گود افتادگی و نمیدونم سوختگی و اینا اصلا استفاده میکنیم. اسلگ اینکلوژن، آخال گل جوش، رود کانکاویتی، تقعر در ریشه، شرینکیج گروپ، کشیدگی به اصطلاح شیار در بغلای ریشه جوش، لکافیوژن، ذوب ناقص، پروسیتی تخلخل، جوینت میس الاینمنت به اصطلاح عدم همترازی، لکاف پنتریشن عدم نفوذ یا فقدان نفوذ، ولت کرکینگ میشه ترک خوردگی جوش. حالا خود ولت کرکینگ خودش چندین نوع کرکینگ ما داریم، منتها خب حالا ما به صورت عام میگیم ولت کرکینگ. تنگستن اینکلوژن، آخال تنگستنی، کاپر اینکلوژن، آخال کاپری یا مسی، برترو سوختگی داخلی، کراتر پایپ به اصطلاح چاله دهان انتهایی جوش، آرکستریک لکه قوس، اسپاتر پاشش و این کمپلیت فیل گروه‌های پر نشده که بعضی اوقات ما بهشون میگیم پورک یا اندرفیل یا به اصطلاح جوشایی که هنوز نیاز به یه مقدار مذاب دیگه روی کبد داره. بله خب نگاه کنید اوورلپ چرا اینقدر برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه این محلی که شما میبینید اینجا، این محلی که اینجا میبینید، این ولد متال با این امتزاج پیدا نکرده، یعنی اینجا یه ناپیوستگی هست، یک روی هم افتادگی داریم که اینجا ضربات قوس نتونسته این بیس متالا امتزاج بده با اینجا، لذا اینجاها خیلی مستعد ترک هست. اگر ترکی بخواد بخوره از اینجا شروع میشه. حالا شما همیشه فکر نکنید که جوشاتون توی حتی سازهای استاتیکی همیشه سر جاشون ثابتن، هیچ نیرویی هم بهشون وارد نمیشه. چرا؟ وقتی شما یه خط لوله رو مثلا دارید اجرا میکنید، یه خط لوله وقتی رو کانال عبور کرده تا زمانی که حالا کلا جوشکاری تمام نشه، جوشکارا از این به عنوان جوشکارا و عوامل اجرایی به عنوان پل استفاده میکنن، مرتب از روی میرن پایین میان بالا و اگر یه جای ناپیوستگی‌هایی باشه ممکنه باعث ترک بشه و منشأ ترک ها از اوورلپ ها باشه. پس به این خاطر ما میگیم که چیزه معمولا نقصی در کنار یا ریشه جوش که به علت جاری شدن فلز جوش بر روی سطح فلز پایه ایجاد میشه بدون اینکه ذوب و جوش خوردن با آن انجام شد. یعنی اون جاهایی که اوورلپ میبینید زیرش ناقصه، اتصال ناقصی دارید و امتزاجی ندارید. نگاه کنید اون بالا مالا این اوورلپ ها نشون میده علت به وجود اومدن. شما میخواید میبینید جوشتون اوورلپ داره، خب چه به جوشکار چی بگید؟ چیکار کنید؟ سرعت حرکت کمتر از حالت نرمال یا طبیعی، یعنی دستش ها زیاد نگر میدارید و سرعت پیشروی دستش کنده، زاویه نادرست الکترود، استفاده از الکترود با قطر بالا، آمپراژ خیلی کم. آمپراژ خیلی کم ها به این خاطر میگن که حرارت لازم رو تامین نکردید و لذا بیس ها نتونستید ذوب کنید. ولی جوشکارم همیشه بدونید این جزء چیزشه، فرهنگشه و چون به هر حال این کارهای جوشکاری به صورت کنتراتی انجام میشه و کیلویی انجام میشه، جوشکار دوست داره الکترود قطور استفاده کنید که سرعت پیشروی جوشش خیلی چی باشه؟ زیاد باشه. پس بنابراین یا الکترود ضخیم یا آمپراژ کم یا زاویه نادرست الکترود. خیلی اوقات زاویه نادرست الکترود واقعا تعیین کننده است و کند حرکت دادن دست جوشکار. ببینید من الان این اسلاید خیلی قدیمی، من خودم خجالت میکشم از اینکه هنوز من نوشتم سوختگی یا بریدگی کنار جوش. این دیگه شده زیربرش جوش، زیربرش جوش.
به وجود آمدن یک شیار بیقاعده روی فلز پایه در اطراف خط جوش و گود افتادگی کناره یا زیربرش بهش میگن آندرکات. علت به وجود آمدن جریان جوشکاری بیش از حد زیاد. آره، چون عرض کردم جوشکار دو تا چیزا خیلی دوست داره، الکترود ضخیم و آمپراژ بالا. پس جریان جوشکاری زیاد باشه ما آندرکات یا زیربرش حتما خواهیم داشت. سرعت جوشکاری خیلی زیاد، دستش خیلی سریع ببره جلو، زاویه الکترود سریع نباشد، موجدهی الکترود بیش از حد باشه، ویوینگش خیلی دامنه دار باشه، خیلی وسیع دستش ها باز کنه دو برگردونه دو اینا، و الکترود خیلی قطور. نگاه کنید اینا برای ما خیلی تعیین کننده هستن این آندرکات ها. چرا؟ چون حتما استحضار دارید که وقتی شما میرید مغازه پارچه فروشی یه پارچه کت شلواری میخواید بخرید، خیلی هم محکم و چیز هست، اون بزاز یا پارچه فروش میخواد پارچه به شما بفروشید یا پاره کنید، یه دم قیچی میزنید و اینطوری راحت پارچه را میشکافید. توی اتصالات مکانیکی هم همینطوره. اینجا اگر یک چاکی باشه یا این ور یا اون ور و تو ریشه هر کجا از چاکا وجود داشته باشه، به راحتی این محل تمرکز تنشه و تمرکز تنشی حدود 5 تا 7 برابر روی این نقاط به وجود میاد و اگر یه نیروی جزئی یا یه تنش کمی روی این سازه اعمال بشه، بلافاصله از این آندرکات ها جوشتون با شکست روبرو میشه. من بارها دیدم این جرثقیل های تاور کرین ها، اینا که توی خانه سازی و نمیدونم پروژه های صنعتی تاور کرین استفاده میکنن، خرپاهای فلزی، این شبکهشون خرپاهای فلزیه و اونجا آندرکات ها بسیار تعیین کننده‌اند به خاطر شکست غافلگیرانه. پس آندرکات ها با چشم دیده میشن از بیرون، حالا یا تو ریشه یا رو کف، هر دوتاش خوب نیست، هر دوتاش مضره و بایستی به نوعی ما اینا را در ابتدای عملیات جوشکاری اگر دیدیم کار جوشکار با آندرکات زیادی روبرو هست، حتما توصیه‌های لازمه همون اول کار بهش بکنیم. نرید کار را انجام بده بعد بیایم بگیم وای چقدر آندرکات داره، من چطوری این کار را به کارفرمام تحویل بدم؟ شما بالاخره یه بازرس بینابینی هستید، این کار را تحویل گرفتید، باید به کارفرماتون تحویل بدید یا به بازرس کارفرماتون تحویل بدید این کارا. بلافاصله اون میگه چرا اینا اینجوری جوش داده، چرا اینجوری تحویل گرفتی، مثلا اینا قبول ندارم، من دستمزد نمیدم بابت این کار خرابه، همش رو باید از نو دوباره یا ببرید بدوزید مثلا جوش بده یا اینکه اینا رو باید تعمیر کنید. لذا تعمیرات آندرکات ها به نوعی ما اینا را بلند میکنیم. بلند یعنی کور کردن، یعنی اینجا را که این تیزی هست یا اینجا هست با یه سنگی یه خود شعاع اینجا را زیاد میکنیم. اگر دیدیم خیلی گود شد که از ضخامت اصلی ورق افتادیم پایین‌تر، با یه الکترود لاغر اینجاها را پر میکنیم. منتها خیلی این وقت میبره، خیلی هزینه میبره. لذا بهتره از همون اول به جوشکارتون توصیه کنید که چطوری جوش بده که آندرکات به وجود نیاد. به هر حال اینجا یک محلی بوده یه آندرکات به وجود اومده، تو جوش فیبت اینجا یه آندرکات اینجا دارید، اینجا را سنگ زده خالی کرده، بعد با یه مذاب با الکترود لاغر که عرض کردم خدمتتون پر کرده و دیگه میرید برای استفاده corrected by an additional pass، با یه پاس به اصطلاح اضافی. ولی آندرکات ها حتما بدونید که تو جوشا به وجود میاد، هرچه جوش بدید، پایپینگ، وسل، استراکچر، همه جا آندرکات میتونه به وجود بیاد. فقط یه دانش ابتدایی یا آموزش ابتدایی به جوشکار که علت وجود آندرکات اینا هستن، این نکات ها رعایت کن. نگاه کنید اینا آندرکات هم. خب اینا محل بسیار مناسبی برای رشد ترک است. فیلم این قطعه هم اگر نگاه کنید، حالا اگر فیلمی ما بگیریم از این یا رادیوگرافی بکنیم از این سرجوش، تمام این نقطه، این چاله ها به صورت یک خط کانتینیوس سیاهی رو فیلم به وجود میاد.
پس ما که داریم رادیوگرافی میخوایم یاد بگیریم و تفسیر میخوایم یاد بگیریم، وقتی یه فیلمی هم گذاشتیم پشت ویور و دیدیم یه سری خطوطی کنار جوش نگاه کنید، این ولد متالتونه، این بیس متالتونه، درست کنار جوش روی بیس متال. همیشه سوالای ما اون موقع که سوال می‌دادیم برای نظام مهندسی یا برای دانشجویانی که کارشناسی ارشد می‌خواستن امتحان بدن، ما ازشون سوال می‌کردیم. یکی از سوالات این بود که آندرکات محلش روی ولد متاله یا روی بیس متاله. همونطور که ملاحظه می‌کنید آندرکات جاش روی بیس متاله، نه روی ولد متال. نگاه کنید الان من این فیلم رادیوگرافی که اینجا میبینم، نگاه کنید این یه دانسیته هست، بله این یه دانسیته بیسه، این دانسیته ولده، اینجاها نگاه کنید این دانسیته این نقطه، دانسیته این نقطه و دانسیته این نقطه از بیس هم چیه؟ بیشتره، یعنی تاریکتره، دارکتره، یا اینجا مثلا دارکتره، یا اینجا دارکتره، یا اینجا دارکتره. و این نشون میده که این نقاط از تیکنس خود پلیت یه مقدار چیه؟ پایین‌تره و خب در اونجا ضعف زیادی وجود داره. درست همون دمقیچی اون بزازه که زده توی پارچه، به محض اینکه فشار بیاد به اون نقاط جوش سریعتر با شکست روبرو میشه. پس من فیلم‌ها که میذارم پشت ویور به عنوان این مفصل، بعد از که جامو خوب درست کردم و به قول معروف دارک آداپتیشن برای چشمان به وجود اومد و چشمان به تاریکی عادت کرد و اینا و شروع کرد به خوندن، تا فیلم‌ها گذاشتم اول نگاه میکنم دور ولد متال ببینم آندرکات دارم یا ندارم، چون آندرکات یه عیب رایجیه، خیلی جاها ما داریم و اصلا چیزی نیست که بخوایم بگیم که نه آندرکات اصلا وجود، نه آندرکات همه جا میتونه وجود داشته باشه و خیلی عیب رایجیه. یکی از عیوب دیگه آخالای سرباره‌ای یا گل جوشه. گل جوش ناخالصی‌هایی است که از پوشش الکترود یا از فلاکس یا از به اصطلاح مواد سرباره‌ساز توی جوش گیر میکنه و اگر جوشکار اینا معمولا این سرباره ها دانسیتهشون از فلز اصلی کمتره و اینا اصولا باید وقتی مذاب درست شد به خاطر اختلاف دانسیتهشون شناور بشن و بیان روی کجا؟ روی کپ، بیان روی گرده جوش، حالا روی هر پاس بیان روی گرده همون پاس. و جوشکار وظیفه دارد که گل هر پاس را بزنه، تمیز کنه، حالا چه با چکش گل زنید چه با برس سیمی و پاسهای بعدی ها روش بریزه. اگر این کارو نکرد حتما بدونید که این گل بخش عمدهش تو جوش جا میمونه و شما مثل اینه که یه بتونی ها ریختید، یه تیکه چوب توش جا مونده، اون بتون در اون نقطه‌ای که اون چوب توش مونده ناپیوستگی دارد و تحمل تنش و بارای دینامیکی را نخواهد داشت. معمولاً اطراف پاس ریشه خیلی این امکان داره. نگاه کنید اینجا و اینجا احتمال گیر افتادن گل جوش خیلی زیاده، چون این زاویه خیلی تیزه، این زاویه خیلی تیزه و خیلی اوقات برس گلزنی یا چکش گلزنی نمیتوند گل این نقاطا بزنه. یا رو پروفیلایی که سطوح ناصاف دارن نگاه کنید، اینجا این یک پاس، این یک پاس، بین این دو تا پاس یک گل جوش اینجا جا میمونه به خاطری که این چاکی که به وجود اومده گل اونجا گیر کرده. پس علت به وجود ناخالصی‌های سرباره‌ای تو جوش عدم تمیزکاری کافی گل جوش بین پاس‌های متوالی، آلوده بودن سطح اتصال آماده شده، جوشکاری بر روی یک سطح با انحنای نامنظم، نامناسب بودن سرعت جوشکاری، بله این هم میتونه باشه، طول قوس خیلی زیاد، جوشکار دستش بگیرید بالا یا طول قوسش خیلی بالا باشه. به هر حال این جوش که اینجا هست کاملا متالیک نیست، یه جاهاییش نان متالیک توش هست و یک کامپوزیتی از متال و نان متاله و لذا این استحکام اون جوش 100% متالیکا نداره. پس اسلگ اینکلوژن هم متوجه شدید؟ نگاه کنید
این اسلگ انکلوژن ها معمولا شانسی بیشتر در 1/4 ولد متال دارن. نگاه کنید این یه ولد متاله، حالا گوش ببینید اینجا این ولد متالتون اینقدر پهنا دارید، درسته؟ اینجا میشه درست ریشتون. حالا درست این خط وسط که ریشه هست، 1/2 با این طرف 1/2 این طرف، احتمال گل به دام افتادن خیلی زیاد هست. مثل اینجا نگاه کنید، این تقریبا توی 4 تیکنسه، این تقریبا توی 4 پهنای ولد متالتونه. به هر حال یه جوری دیگه هم گلای جوش ها میتونید تشخیص بدید و اون این که این گلهای جوش به صورت دمدار هستن، دنبالدار هستن. ببینید تیل دارن، تیل یعنی دم. ببینید این تا اینجا بوده، یه تیکه دوباره سرش چی شده؟ اضافه شده. یا این تا اینجا بوده، یه تیکه دوباره سرش چی شده؟ اضافه شده. اینا همینطور. اون وقت رنگ گلهای جوش هم یه مقدار دارک نیست، یه مقدار خاکستری و گریه. در حقیقت از رنگشون هم میتونید تشخیص بدید که این گل جوشه یا پروسیتیه یا عیوب دیگه است. پس مفصل به طریقی دیگر میتونید گلای جوشا بشناسید. یکی آدرسشون رو فهمیدیم که تقریبا روی 1/4 پهنای گرده جوش خیلی شانس زیادی دارن که وجود داشته باشن، چون اونجا اون پاس ریشه را که میزنید گل این دست و گل این دست ها برسش نمیره پایین که گل را بردارید، مگر اینکه بازرس که شما ها باشید یه تیکه اره شکسته به جوشکار بدید که آقا این گلای پاس ریشه تا از این کنارها یکی از این ور یکی از اون ور بکش و گلا را در بیار و روی گلا جوش نده و الا مکافات ما خیلی زیاد خواهد شد. چون به خصوص تو فیلم های رادیوگرافی گلا دیده میشن، گلا خیلی قشنگ دیده میشن و همه چیز اوریان میشه دیگه کاریش نمیشه کرد. خیلی خوب، تقعر در ریشه جوش یا به اصطلاح روت آندرکات کانکاویتی اتروت یا تقعر در ریشه. ببینید اینجا جوشتون یه مقدار ساک بک کرده، یعنی مکش به عقب یا اندر واشینگ هم میگن، اندر واشینگ، ساک بک. و یه عیبیه که به صورت مثل عدم نفوذه ولی شلوه، یعنی این دهانه خیلی بازه، مثل لکاپ پنتریشن نیست که یه تنگه 1 تا 3 میل باشه، یه مقدار بازتره و زیر تاقی ماننده، کاملا مشخص. حالا چه موقع ما این تقعر در ریشه را بگیم که عیب؟ به خصوص خیلی از استانداردها وقتی تقعر در ریشه را میگن عیب که دانسیته رادیوگرافیک فیلم در این نقطه که مال تقعر در ریشه است از بیس متال بیشتر باشه. یعنی اگر این از ضخامت بیس متال کمتر شد حتما تعمیر میدید. حتما چی؟ تعمیر میدید، چون ضخامت ها در کانکاویتی اتروت ندارید. درست شد؟ پس بنابراین فهمیدیم تقعر در جوش چی هست. شکل ظاهریش 3 بعدیش اینجوریه. توی فیلم های رادیوگرافی یه خطی وسط جوش به وجود میاد، خطی که به تدریج در مرکز دانسیتش خیلی بالاست، به تدریج دانسیته کم میشه به طرفهای چپ و راست و عرضم به حضور شما دهانش به صورت شالو یا یک حفره خیلی دهن بازی که قطرش از عمقش بیشتر هست خودشو نشون میده و این تا زمانی که از تیکنس پایین تر نیفتید میتونید اکسپتش کنید. ولی اگر از تیکنس پایین تر افتادید، تیکنس یعنی چی؟ یعنی این که این ارتفاع از این تیکنس کمتر اگر شد تعمیر میدید، اگر نشد اشکال میدید. منتها خب استاندارداتون هم باید ببینید چقدر مسئله دارید. علت به وجود اومدن
روت فیس خیلی باز باشه یا بزرگ باشه، روت فیستون یا پیشانی جبهه جوش خیلی بزرگ باشه، انرژی قوس ناکافی باشه، یعنی 2 آمپر باشید، نتونید مذابا بفرسته توی دهانه، دمیدن بیش از حد گاز در پشت جوش هنگام جوشکاری به روش تیک. خیلی اوقات ما پایپینگ که جوشکاری میکنیم اگر با آرگون کار کنیم، به خصوص رو استنلس استیلا، مثلا یه لوله 6 اینچی فرض کنیم استنلس استیل داریم یا 4 اینچی استنلس استیل داریم، میخوایم یا جوشکاری کنیم، به خاطری که جوشتون پشتش نسوزه شما مجبورید 2 طرف لوله را آرگون پرش کنین، یعنی گاز آرگون را بدید توی لوله و از اون طرف آزاد بشه آرگون. حالا یه خورده فشار نسبی بگیرید ولی خب فشار نسبی خیلی زیادی هم نگیرید. اینا میگن پرش کردن یا دمیدن گاز در پشت جوش، به خاطری که اگر این گاز آرگون رو پشت جوش ندمید در حقیقت آلیاژهای زنگ نزن مثل 300 ها، آلیاژهای پای تیتانیوم، پای زیرکونیوم، اینا خیلی فلزات اکتیوی هستن و خیلی راحت اکسیده میشن. لذا برای که پشت جوشمون نسوزه از دمیدن گاز در پشت جوش حتما باید اطمینان حاصل کنیم. حالا میگه اگر شما گاز پشت جوش خیلی فشارشا برید بالا، اون وقت مذابتون نمیرید پایین و یک کانکاویتی اتروت براتون به وجود میاد. انقباض یا کشیدگی در شیارام، اینا را میگن شرینکج گروه، به خصوص جوشایی که پشت بند دارن و اینجا مذاب خودشا جمع که میکنید حجم لازم ها دیگه از دست میده، اون حجم مذاب یه خورده کوچیک میشه و بهش میگن یه شیار کم عمق که در اثر انقباض در امتداد هر طرف از دیواره نفوذی به وجود میاد و کشیدگی یا انقباض در شیار میگوید. ذوب ناقص، ما یه عیبی داریم بسیار مهم و چیزی مثل ترکی برای ما، ببینیمش نمیتونیم ازش بگذریم. شما به عنوان مفسر و از خود ذوب ناقص دارید یا lack of fusion دارید، نمیتونید بگید lack of fusion مهم نیست که اصلا مشکلی نداره که نه، حتما باید تعمیر بدید، حتما. به خصوص تقریبا lack of fusion ها هیچ استانداردی BC1 API 1104 نمیدونم ازمی ها، همه اینا در حقیقت lack of fusion ها مثل ترک میبیننش. مثل چی؟ ترک. حالا این چرا به وجود میاد lack of fusion؟ جوشکار خیلی اوقات فیسای جوشا، یعنی این رویه و این رویه را که ما بهشون میگیم فیس، اینا را خوب با سنگ فرز تمیز نمیکنه، روی لبه های کثیف و اکسیدی و اینا جوشکاری میکنه و یه جای این 2 مذاب تو هم دیگه امتزاج پیدا نمیکنن. این 2 مذاب اینجا تو هم امتزاج پیدا نمیکنن یا این مذاب با این دیواره تو هم امتزاج پیدا نمیکنن. وقتی امتزاج پیدا نکردن، اگه یه بار سیکلی رو این جوش بیفته، این جوش به راحتی ترک میخوره و دیگه نمیخواد دنبال کسی بگردید. به محض که رجوع کنید به فیلم رادیوگرافی این 2 سرجوش، میتونید که بفهمید که جوشتون دارای lack of fusion بوده و بازرس اصلا متوجه نشده و اوکی داده، یعنی گفته اکسپت. نه اصلا و ابدا. این عیب فاکتور تمرکز تنشش 8 تا 10. چقدر؟ 8 تا 10 برابر. یعنی اگر شما 5000 PSI رو این تنش اعمال کردید، وقتی این عیب حضور داره، اون 5000 PSI تون 8 تا 10 برابر میشه و اون تمرکز تنشه باعث میشه که این جوش به راحتی چیکار کنه؟ بشکنه. خیلی اوقات شما ها به هر حال همتون ماشاءالله یا متالورگ هستید یا صنعتگر هستید یا به هر حال با صنعت فلزی سر کار دارید. ما خیلی اوقات میایم یه ترکی رو بگیریم برداریم، مثلا این ترک رو میخوایم برداریم یا این lack of fusion رو میخوایم برداریم، سنگا که میگیریم که به اینجا برسیم، این ترک خودش 10 سانت رفته جلوتر، چون تمرکز تنشش خیلی چیه؟ زیاده. لذا این عیوب خیلی تمرکز تنش بالایی دارن
و به هیچ عنوان اکسپت نمیشن مگر اینکه حتما تعمیر بشن. پس حالا علت به وجود اومدن این چیزا چی هست؟ حالا این عدم نفوذه میتونه چندین جا باشه، بین فلز جوش و فلز پایه، فلز جوش و فلز پایه، بین فلز جوش و بین فلز پایه و فلز پایه. بعضی اوقات ما دو تا قطره میخوایم جوشکاری کنیم، اگر ضخامتشون کم باشه دو تا قطره رو هم میذاریم، فقط قوس رو این به اصطلاح برقرار میکنیم و دیگه فیلر نمیدیم، لذا اونجاها میتونه باشه. مثلا نگاه کنید شما دسته عینک رو میشکنید، من الان چون خودم بارها دیدم، این دو تا دسته رو میذارن اون بغل هم، قوس رو برقرار میکنن، دیگه فیلر نمیدن که این اتصال برقرار میشه. پس بین فلز پایه و فلز پایه، بین فلز جوش و فلز جوش، بین دو تا پاس متوالی، علتش سطوح و قطعات آلوده باشد و مانع ذوب شدن. مثلا نگاه کنید تو جوشکاری آلومینیوم خیلی رایجه، برای که اکسید آلومینیوم تقریبا 2070 درجه سانتیگراد نقطه ذوبشه، ولی آلومینیوم 600 تا بیشتر نیست. پس بنابراین اگر اکسید آلومینیوم تو سطوح لبه هاتون به وجود بیاد، دیگه شما نمیتونید ذوبش کنید اون لایه اکسیدی ها، و اون لایه اکسیدی میمونه، مذاب هم روش میاد ولی پیوندی برقرار نمیشه. پس بنابراین سطوح و قطعات آلوده باشن و مانع ذوب شدن. آمپر دستگاه جوشکاری خیلی کم باشه، آمپر خیلی زیاد باشه به طوری که سرعت انتقال الکترود زیاد باشه و یک عدم ذوب در لایه‌های فلز به وجود آید. نگاه کنید این LOF، ببینید این خط سیاهه یه عدم پرشدگی اینجا، بین این دوتا اتصالی برقرار نیست. یا نگاه کنید بین اینجا اتصال برقرار نیست، این خط سیاهه رو فیلم‌های رادیوگرافی هم یه خط سیاهی به وجود میاد که حالا می‌بینیمشون که چطوری هست و کجا شما دنبالش بگردید. LOF lack of fusion. حالا این تصویر خوبی نیست. lack of fusion حالا یه جاهای اینجاها دارید، حالا اگر این اسلاید هم خیلی مناسب باشه چون عیوب دیگه هم داره، نگاه کنید اینجاها بین این دوتا یه lack of fusion یا بین اینجا و اینجا وجود داره، اینجا بین این دوتا. ولی این تصویر خیلی شارپی برای این صحبت من نیست، برم ببینم تصویرهای دیگه ای دارم یا نه. حالا میرسم یه جاهایی که lack of fusion ها تصویر رادیوگرافیکش رو به شما نشون میدن. تخلخل یا پروسیتی، به اصطلاح پروسیتی ها یا تخلخل حفرات گازی هستن. حفرات گازی اگر بتونن شکل بگیرن کروی میشن، مثل همینطوری که اینجا کروی هستن، و اگر خیلی ریز باشن بهشون میگیم پین هول. پین هول معمولا اندازشون به اندازه سنجاق سر یقه 1.5 تا 1.6 میلیمتر بیشتر نیست، به اینا رو میگیم پین هول. پین همون سوزن مثلا سوراخی که به اندازه پین هول است که در هنگام انجماد فلز وجود میاد. نگاه کنید اگر تو مثلا مذاب جوشتون گاز به وجود بیاد، گاز مثلا قطعه چربه، روی چربی ها شما جوشکاری میکنید، اون چربی ها حجم زیادی ها اشغال میکنن با تولید CO2 SH2 نمیدونم گازهای مختلف ها. این گازهای مختلف تو حوضچه جوش گیر میافتن. اگر گیر بیافتن به صورت حفره کروی ان، اگر کانتینیوسلی بتونن خودشون فرار بدن، یه حفره دراز شکلی به وجود میاد که به این میگیم ورم هول. این از لحاظ مکانیک شکست خیلی خطرناکتر از این حفره گرد است، چون این تنش روش تو سه بعدش یکسانه، ولی این تنش تو این سر و تو اون سر خیلی بیشتر از جانبا هست و لذا این ورم هولا را ما اجازه نداریم یه جاهایی داشته باشیم. حالا پروسیتی ممکنه به اندازه حفرات پین هول و اینا را بتونیم بگیم پین هول اکسپت، ولی ورم هولا را خیلی جاها نمیتونیم اکسپت کنیم. حالا یه حفرات دیگه هم داریم، حفرات زیرپوستی به نام بلو هول. اگر قطرشون از 1.5 بیشتر بود بلو هول، اگر
ورم هول یا پایپینگ هم بهشون میگن، حفرات دراز شده یا حفره‌ای با مقطع گوله‌ای شکل. هالوبید یه عیوب حفره‌ای دراز شده تو ریشه جوشه، به خصوص API 1104 به هالوبید خیلی حساسیت داره و میگه هالوبید اگر داشتی تو پاس ریشه جوشه تا تعمیر بده که حفرات دراز شده تو ریشه نداشته باشی. اگر قطعات یا خیس باشن یا الکترود تو مرطوب باشید و جوشکار با الکترود مرطوب جوشکاری کنید یا صبح زود پیشگرم نکنید قطعات ها، یه عیبی برای ما به وجود میاد به اسم استخوان دم ماهی که اصطلاح انگلیسیش هرینگ بون پوروسیتیه، حفره‌هایی که به صورت بغل بغل و به شکل استخوان دم ماهی هستن. علت چیه حالا که حفرات به وجود میاد؟ رطوبت بیش از حد فلاکس. فلاکستون مرطوب باشه. فلاکس ها خشک کردن دارن، به خصوص توی زمستون شب اینا باید گرم نگه داشته بشن. مثلا فلاکس دارید از که شد کارگاه فلاکس ها رو ول میکنید و میرید و خداحافظ شما فردا صبح میاید میخواید ساعت 8 رو کارا شروع کنید، فلاکس ها رو بدون پیشگرم و بدون خشک کردن دوباره میخواید استفاده کنید، مطمئن باشید که 1001 عیب برای شما تو جوشاتون به وجود میاد. حتی اینقدر ممکنه هیدروژن به وجود بیاد که جوشتون یه ترک سرتاسری 4 متر بخوره. پس فلاکس را خوش نگه داشتن یه هنره، به خصوص توی این ایام حالا نوروز ما ایرانی‌ها به خاطر اون وفاداریمون به چی میگن مراسم نوروز و اینا، کارگاه ها دیگه شب 25 و 26 یواش یواش کارگرها و جوشکارها و اینا از کارگاه خارج میشن و میرن پیش خانواده‌هاشون، برمیگردن نزدیکای 6 و 7 عید میان میخوان دوباره جوشکاری ها راه بندازن. کارفرما پیمونکار میگه که زودتر 400 جوش بدید من یه بچ بفرستم برای کارگاه، پولش رو بگیرم، حقوقتون رو بدم، عیدیتون رو بدم. به هر حال همه تو عجله هستن که کار انجام بشه. اگر فلاکستون مرطوب باشه همه کارتون خراب. رطوبت بیش از حد در هنگام آماده سازی مقاطع جوش. آره زمستون شبنم میزنه قطعه و اگر قطعه را خوش نکنید و جوشکاری کنید بدونید که تمام عیوب پروسیتی و ورم‌هول و همه اینا برای شما به وجود میاد. آلوده بودن لبه ها به پوست لایه‌های اکسیدی و غیره، به کارگیری جریان جوشکاری کم و یا زیاد، طول قوس بیش از حد. ما همیشه طول قوسمون باید در حد معقولی باشه، نباید خیلی جوشکار دستش را بالا بگیرید و الا حفاظت جوشش به درستی انجام نمیشه. آسیب دیدگی روپوش الکترود. بعضی اوقات بازرسایی که یه خورده ناشی هستن الکترودایی که زخمی هستن هم میدن به جوشکار، میگن اینا رو مصرف کن بابا، نریز کف کارگاه همینطور الکترودا. خب حالا اون بنده خدا میخواد یه کار اقتصادی بکنید ولی جوشکاری با تجربه به هیچ عنوان الکترود زخمیات رو انبور نمیکنه، چون میدونه هر کجا که روپوش الکترود افتاده باشه اون منطقه دچار عیب خواهد شد. پس الکترودهایی که روپوششون معیوب حساب به کار نگیریم، تکنیک غلط موجهی الکترود، دور شدن گاز محافظ از اطراف جوش، مثلا در اثر وزش باد در سایت. خیلی اوقات شما جوشکاری میکنید، اگر تو باد جوشکاری کنید میبینید که باد تمام این گازهای محافظی که رنگ آبی دارن از روی جوش میبره به جای دیگه و در حقیقت اون گازهای محافظ از رو سر جوش دور میشن و اونجاست که اکسیژن و ازوت و اینا میتونن برن تو جوش و جوشا معیوب کنن. نگاه کنید پروسیتی ها رو نگاه کنید، مارک کرده که تعمیر کنه. اینا پروسیتی هایی هستن که بسیار حالا عمیقن، مثل پین هولن ولی گودن و لذا باید این تیکه را یه سنگ بزنید خالی کنید و از نو دوباره چیکار کنید؟ جوش بدید. و این کار شما رو خیلی زیاد میکنه. یه جوش که میتونست با یه بار جوش دادن کامل برید برای نصب، حالا دوباره هی باید بشکافیدش. بار اول اگر ناشی باشید بار دوم هم دوباره اینجوری، بار سوم دیگه اصلا باید کتوتش کنید یا یه فکری دیگه براش بکنید. نگاه کنید این سرجوش رو نگاه کنید. اینا پروسیتی لاینن، یعنی این حفرات گازی همون 1.5 میلیمتری حد اکثر
اومدن چسبیدن به هم و شدن پوروسیتی لاین. ما این دوباره یه عیب طولیه برای من دیگه اون حفره 1.5 میلیمتری اینجا ندارم. اینا سرهم شدن، به خط شدن، به نوعی هم راستا شدن و اگر یک فشاری به این جوش بیاد، این جوش از همین وسط روی همین پروسیتی لاین چیکار میکنه؟ شکافته میشه. اینا هم همینجا میبینید، اینجا یه سری این انتهای کار نگاه کنید، این هرینگ بون پروسیتیه به صورت اینور و اینور میاد. حالا این کامل نیست ولی پروسیتی ها را میبینید اینجا، پروسیتی 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 پروسیتی. بعضی جاها هم حالا به هر حال اینجا هم یه خورده پروسیتی، یه خورده لکا فیوژن هم من اینجا احساس میکنم دارم، ولی خب حالا اونقدر تاریک نیست که من بتونم تشخیص بدم. همراستا در اتصالات جوش اینا معمولا عیب به وجود میاد. اینجا تو تصویرتون یه پله اینجا دارید، این تصویر پله توی جوش دیده میشه. عدم همراستا یک مشکل عمومی معمولی در آماده سازی جوش‌های لب به لب است و هنگامی ایجاد میشن که صفحات ریشه و صفحات استال از پایه در محل درست خود برای جوشکاری قرار نگرفتند. این پله را باید ما اینجا سنگ بزنیم، این چیزی را میدید نباید سنگ بزنید، فارسی بر کنید که دیگه پله دیده نشه تا جوشتون یه مقدار بهتر بشه. این عاملا عدم همراستایی مطابقتی رو نشون میده. نفوذ ناقص، خیلی اوقات ما نفوذ ناقص داریم. نگاه کنید اینجا ما یه اتصالمون زیرش خالیه، این اتصال زیرش خالیه. خب اینجا در حقیقت این اتصال یک اتصال کاملی نیست. معمولا ما قطعات یا که میخوایم به صورت تیشک جوش بدیم، خود این جوشکارا میگن که یه بادخور بذار تقریبا 1.6 میلیمتر به اصطلاح فاصله بنداز بین دو تا عضو و اگر فارسی برم بکنید اینا، یعنی اینا یه گروه اینجا بزنید یه گروه اینجا بزنید، وقتی جوشکاری میکنید با الکترود سلولوزی راحت این ریشه را چکار میکنید؟ پر میکنید، یا با پاس ریشه را اگر با سلولوزی بزنید این وسط هم پر میشه و جوشتون خیلی کامل میشه و دیگه به هیچ عنوان نمیشه. بعضی اوقات نفوذ ناقص ها میگن inadequate joint penetration یا lack of penetration، هر تاش درست. علت به وجود اومد دهان جوش خیلی عمیقه، ما لب سازیامون رو درست نکردیم، فاصله بین دو قطعه خیلی کمه، طول قوس خیلی زیاده، دست جوشکار اگه بالا باشه، انتخاب پولاریته اشتباه باشه، الکترود انتخاب شده خیلی قطور باشه. بازم ما پاسای ریشه را حتما با الکترود لاغر میزنیم، چون اگر الکترود ضخیم برداریم معادل با قطر الکترود باید آمپرم ببریم بالا. ما هر 1 میلیمتر قطر الکترود 40 آمپر باید جریان بندازیم روی الکترود. لذا اگر یه الکترود 5 بردارید 5 تا 40 تا میشه 200 آمپر باید جریان ترانستون باشه. خب یه الکترودی که 200 آمپر روش چیز هست، جریان هست، به محض اینکه نزدیک شد به قطعات قوس برقرار میشه و مذاب به جایی که بره توی دهانه ریشه جوش بزنه همون بالا قوس برقرار میشه و مذاب دیگه نمیتونه بره تا ریشه را پر کنه. دهانه جوش خیلی عمیق باشه، فاصله دو قطعه خیلی کم باشه، یا به اصطلاح جام بزنن. اصطلاحا خود جوشکارا میگن جام بزنیم، یعنی اینکه دو تا قطعه را تنگ هم بذاریم و وسطشون را قوس برقرار کنیم تا خودش بره پایین که معمولا خوب نمیره پایین. طول قوس خیلی زیاد باشه، پولاریتش باشه، الکترودش خیلی قطعی باشه، زارو میکنه. و آره در حقیقت اینا میشه علت به وجود اومدن لکاپ پنتریشن. این اسلاید هم زیاد مناسب اون کار نیست. نگاه کنید این خطا میبینید؟ دیدش؟ این یکی از لبه های قطعاتون که ذوب نشده. معمولا ما یک خط صاف یا دو خط صاف موازی حالا تو این ندارم به اون خوبی، یه خط صاف یا دو خط صاف موازی خطوطی هستند که از لبه های پشت قطعه به وجود اومدن.
حالا یه کاشکی حالا مثلا از اینجاها به وجود اومدن. نگاه کنید یه لبه از اینجا، یه لبه از اونجا، اون خط‌ها اونجا به وجود اومد. خب یا اینجا دوباره لکا فیوژن، لکا پنتریشن. نگاه کنید یه خطا می‌بینید، یه خطش هم جسته گریخته، ولی این دیگه زیگزاگ داره تا حدودی. این ال و اف لکا فیوژنا به قولی یه تیکه هایی هست یه تیکه هایی نیست، ولی لک آف پنتریشن یه خط صاف به شما میده یا دو خط صاف کامل به شما میده و معلومه که لبه ها را یا یه طرفه یا دو طرفه ذوب نکردید. ترک انواع و اقسام داره و فاکتور تمرکز تنش روی ترک ها 8 تا 10. 8 تا چقدر؟ 10. عدم پیوستگی خطی ناشی از شکست ترک میگویند. ترک های جوشکاری، حالا ترک های ناشی از انجماد solidification crack، این ترک هایی که در حین انجماد به وجود میان. ترک های ناشی از حضور هیدروژن induced cracking. واقعا شما وقتی جوشکاری میکنید اگر رطوبت داشته باشید یا تو گازتون یا رو سطح قطعه رطوبت وجود داشته باشه یا تو فلاکستون یا هر کجایی، اگر رطوبت باشه این رطوبت هر یک سی آب میشه 1070 سی بخار آب و این تجزیه میشه به هیدروژن اتمی و اکسیژن و این هیدروژن اتمی در حقیقت تنها عنصری هست که کوچکترین عنصره و تو هستش هم نوترون وجود نداره. یه پروتون یه الکترون، هیدروژن یه پروتون یه الکترون، اصلا تو هیدروژن نوترون وجود نداره. لذا خیلی سبکباله، خیلی چابکه، از هر سوراخ سنبه خاص میتونه چیکار کنه؟ عبور کنه. اصلا وزنه به پاش نیست که مثلا بخواد یه جایی بمونه. لذا هیدروژن اتمی از 20 سانتی متر فولادن به راحتی چیکار میکنه؟ عبور میکنه و میتونه یه جاهای انبار بشه و بشه هیدروژن مولکولی و باعث ترک خوردگی بشه. ترک یا پارگی سرتاسری هم یه عیبی دیگه است. ترک های ناشی از گرم کردن مجددا یه عیبی دیگه است، یا رهیت کرکس. ترک های ناشی از انجماد که میبینیم، ترک هایی که در هنگام انجماد جوش به وجود میاد و ترک خوردگی گرم یا ترک خوردگی ناشی از انجماد میاد. در فولادهایی که مقدار گوگرد بالایی دارن اتفاق میفته. ترک های ناشی از انجماد به صورت طولی و از مرکز جوش به صورت به طرف پایین اتفاق میفتن. ترک دهانه آتشفشان یک نوع ترک ناشی از انجماد است. نگاه کنید، میخواد بگید به شما مکانیزم به وجود اومدن ترک چیه، میخواد بگید چرا جوش ها ترک میخورن. نگاه کنید، این یه اسلایدی است که حالا اون زمان 1894 تو ASMT من پیدا کردم، مکانیزم solidification cracking، مکانیزم ترک خوردن. میگه این جهت انجماده که انجماد از بقلا داره میره جلو، این جهت انقباضه یا شرینکش، استرین یعنی کرنش انقباضی اینطوریه، جهت انجمادی این جوریه و این دوتا باعث میشن که یه ترک این وسط به وجود بیاد به نام solidification crack. پس این که جوش ذاتاً با ترک روبرو میشه به خاطر اینکه وقتی جوش داره سرد میشه دو تا سیستم تنشی روش اعمال میشه، یکی جهت انجماده که اینجوری میره جلو، یکی جهت کرنشه که اینطوری میخواد از وسط جوشو چیکار کنه؟ بشکافهش، همونجوری که اینجا ملاحظه میکنیم. پس بنابراین خیلی عجیب نیست که ما ترک تو جوشمون به وجود بیاد، چون اصلا مکانیزم انجماد اینجوریه. نگاه کنید، solidification crack، ترک هایی که تو جوش به وجود میاد، ترک هایی که توی ریشه یا جاهای مختلف جوش به وجود میاد. یه ترک دیگه هم داریم به نام ترک خوردن ناشی از مذاب یا لیکویشن کرکینگ. این نوع ترک خوردگی ها جزء عضو ناشی از انجماده، بیشتر توی جوشهایی که گوگردشون فولاد اون گوگردش بالا باشه، چون گوگرد با آهن ترکیبات با نقطه ذوب پایین میدن، اینا باعث لیکویشن کرکینگ میشن
که اینجا برای شما توضیح میده. این نوع ترک خوردگی جزو علوم ناشی از انجماد در مذاب فلز جوش ترکیباتی با نقطه ذوب پایین تر از فلز جوش به وجود میآید. همچنین ترکیباتی با نقطه ذوب پایین بیشتر در مرز دانه ها انباشته شده و سبب ترک خوردگی در منطقه هاضمه میشوند. گوگل عامل اصلی این ترک خوردگی. حالا اینجا نگاه کنید، دو تا ترک ها به شما نشون میده. اینا مال اسلایدهای STM. اینجا نوشته ترانسفرس کرک، اینجا نوشته لانجیتودینال کرک. اینا رو من خودم از تو آلبوم این STM برداشتم ها. اینجا حالا ترک های طولیش باید این باشد، تقریبا یه جاهای پیداست یه جاهای پیدا نیست. این باید اینجا باشه در حقیقت. اینجا آره چشم آقای مطمئنی از من بهتر. ترانسفرسش هم باید اینا، یکیشا من اینجا میبینم، خیلی باید یه خورده تاریک کنیم حقیقتا خوب ببینیمش. اینجا یه ترانسفرس هم اینجا دارید. ترکای ارضی ها میگیم ترانسفرس، ترکای طولی ها میگیم لانجیتودینال. ترک خوردگی ناشی از هیدروژن، حتما یادتون باشه ترک‌های ناشی از هیدروژن توی منطقه هز دیده میشن. تو منطقه چی؟ هیت افکتد زون. هیدروژن از طریق قوس و جوش میشه به صورت اتمی. با سرد شدن جوش هیدروژن اتمی نفوذ می‌کنه، ولی بعضی از اتم‌های هیدروژن در منطقه جوش به دام افتاده و به صورت مولکولی در میان، در اثر فشار ایجاد شده موجب ایجاد ترک میشن. به ترک‌های هیدروژنی ترک‌های سرد هم گفته میشن. ترک‌های هیدروژنی اسمای مختلف داره و موقعی که لازم شما تنش زدایی کنید، مثلا یه جوش یا به خاطر دفع هیدروژن، قرار نیست شما یه جوشکاری انجام بدید بعد 6 ماه دیگه بیاید حالا تنش زدایی بکنید، چون دیگه اون هیدروژنایی که تو جوش بود از حالت اتمی به تدریج خارج میشن، باندینگ برقرار میکنن، یعنی به قولی میرن یه هیدروژن اتمی دیگه را پیدا میکنن و با هم ترکیب میشن و میشن هیدروژن مولکولی. هیدروژن مولکولی ها از تو جوش به هیچ عنوان نمیتونید خارجش کنید. هر چی دیگه حرارت بدید هیدروژن مولکولی بسیار سنگین و لخته و از تو جوش دیگه بیرون بیا نیست. تا زمانی که مولکولی نشده شما باید عملیات پسگرم و تنش زدایی و همه اینا را انجام بدید، نه اینکه جوشکاری بکنید بعد بگید حالا وقتشو نداریم، بعد که پروژه میخواد پیش راه اندازی بشه میریم تنش زداییاشو میکنیم. نه دیگه اون هیدروژن مولکولی میشه و گرفتاری براتون به وجود میاد و اون وقت ممکنه حضاتون ترک خورده باشن. لذا یه روزی که دارید پروژه را جوشا رو تحویل میگیرید ترکی نمیبینید، پیتی میکنید، آرتی میکنید، ترک نمیبینید، ولی بعد از این مدتی نزدیکای پیش راه اندازی که میاید تنش زدایی کنید جوشا ترک دارن، چرا هست ترک خورده و بدونید که مال به صدا ترک های هیدروژنی هستن که یا بهشون میگن دیلی کرک، یا بهشون یعنی ترک های تأخیری، یا بهشون میگن اندربیت کرکینگ، ترک های زیر بستر جوش، یا ترک های هیدروژنی. اینا همه اسامی مختلفیه که برای ترک های هیدروژنی به وجود میاد و خیلی اوقات هم حالا ممکنه تو توبه و اینا به وجود بیاد، توی یقه پنجه جوش. توبه را توی فرنگستان گذاشتیم پنجه جوش، قدیم میگفتیم پاشنه پنجه، همه چیز میگفتیم، ولی الان دیگه این انگشت کوچیکه که آخرین سال اینا بهش میگن توبه. در حقیقت درست جایی که جوش ارتفاعش میفته بهش میگن توبه جوش و اونجا این ترک‌های هیدروژنی ممکنه تو ریشه یا موکب به وجود بیاد. ترکیدگی یا پارگی سرتاسری تو جوشام یه نوع عیبی دیگه است که من یه خورده با سرعت بیشتری میگم که انشالله بتونیم تمامش کنیم. ترک‌های پارگی‌های سرتاسری من شکلشان نشونتون میدم، اینطوریه. ببینید این دو تا عضوان، دو کربن سی، این در این جهت تنش وارد کردید، در این جهت هم تنش وارد کردید. این باید از یه جایی بشکنید، از اینجا نمیشکنید، بلکه از اینجا بشکنید. علت اینه که وقتی شما این عضو رول می‌کردید، این جهت رولینگ استحکام تو این جهت از همه جهات چیه؟
بیشتره. ولی این عضو وقتی رول میکردید استحکام در جهت ترو تیکنس خیلی بالا نمیره و لذا درست از موازی جوش ترک خوردگی به وجود میاد. اندربیت لاملار تیر نیرز هیت افکت زون، نزدیک چی؟ هیت افکت زون. اینجاها یا نگاه کنید اینجاها دوباره ها لاملار تیر، پارگی سرتاسری ترجمه کردیم. آره مال علت جهت نورد اونجا خیلی که تعیین کننده. ترک خوردگی از گرم کردن مجدد. خیلی اوقات ما بعضی قطعات تا طبق عظمی سکشن حالا 5 مثلا وقتی ضخامت از 19 میلیمتر میره بالا و جوش کاری میکنیم باید تنیز دایی بکنیم. بعضی سازها را توصیه میکنن که دیگه تنیز دایی نکنیم به خاطری که فولادهای خیلی پر استحکام هستن و این فولادهای پر استحکام مثل HSLA و اینا رو میخواید تنیز دایی کنید، اگر ترک خوردن دیگه نمیتونید درستشون کنید و درست دیگه نمیتونید تعمیر مجددشون کنید. لذا این عیوب ترک‌های ناشی از تنیز دایی نیز معروفن و معمولا در منطقه حوض جوش به وجود میان، بیشتر برای فولادهای عالیاژه هنگام عملیات پسگرم و یا عملیات در دمای بالا به وجود میان. ترک‌های ناشی از عملیات گرم کردن مجدد در مناطقی که تمرکز تنش زیاد باشن و در منطقه وجود دارن اتفاق میفته. ببینید ماها به هر حال این روزا خدا را شکر خیلی کارهای صنعتی بزرگی میکنیم تو کشورمون، به خاطر همین تحریم‌ها مجبوریم که خودمون از رفت و رفت کنیم و لذا خیلی اوقات باید یه دانش خوبی داشته باشیم در خصوص تعمیرات که کجا تعمیر بکنیم، کجا پسگرم بکنیم، نکنیم، از خیرش بگذریم، نگذریم، همه اینا رو باید تصمیم گیری کنیم. ناخالصی تنگستن عیبیه که تو جوش یه تیکه از تنگستن تو جوش میمونه، ناخالصی ناشی از مس، یه تیکه از مس تو جوش میمونه. حالا مس از این کنتاکت تیوب میاد، اون از الکترود تنگستن میاد تو روش تیک. فقط این که یک مفسر باید بدونه چه فیلمی ها داره تفسیر میکنه به این خاطره که شما وقتی یه عیبی اینطوری میبینید یا این تنگستن اینکلوژن تو جوشه کاملا مشهور، این کاپر اینکلوژن تو جوشه مسا ذراتشون تو جوش جا موندن و حالا مس و کربن اسید اختلاف دانسشون خیلی بالا نیست، ولی این جوشکاری میگه با رو آلومینیوم، این هم یه تیکه مس تو آلومینیوم 2.7 دانسته، مس 8 خورده‌ای و لذا این اختلاف دانسته فاحشه. تنگستن 19.6 فولاد 7.8 این اختلاف دانسته کاملا مشهوده. سوختگی داخلی هم همون برتروبش میگیم، معمولا پاس ریشه رو اگر خیلی سنگ بزنیم یا خیلی آمپرمون بالا باشه یه لکه‌ای به اسم سوختگی داخلی در جوش به وجود میاد و علتش هم اینه که اینجا مذابتون در حقیقت میریزید پایین، وقتی ریخت پایین یک گوشواره کوچولو اینجا میاد، یک گوشواره کوچولو اینجا میاد و این وسط به اندازه یه سر چوب کبریت خالیه و لذا وقتی فیلم رو نگاه میکنید دوراش یک حاله اکسسی میبینید که سفیده وسطش سیاهه. پس برتروها یه عیبی هستن که توی فیلم‌های رادیوگرافی به صورت یک حاله سفید رنگی که از مثلا همون گوشواره‌های بغله و مرکزشون خالیه و نشون میده که اینجا برترو شما دارید. علت به وجود سوختگی داخلی هم اینه، حالا به خاطری که آمپر بیش از حد در هنگام جوشکاری پاس ریشه یا هات پاس در جوش‌های باتول بیش از سنگ زدن ریشه جوش که این موضوع ممکن است سبب سوختگی داخلی یا پاس دوم شه. ببینید بعضی اوقات جوشکار پاس اولا میزنه، پاس دوم که میخواد بزنه باید پای رو پاس اولا یه خورده هموار کنه که بتونه اگه خیلی سنگ بزنه پاس دوم بزنه پاس اول سوراخ میکنه و یه برترو یا بیتی با بیتی نشونش میدیم تو جوش به وجود میاد. حفره انتهایی هم اینه که شما دیدیدش، اینجا جوشکار داره میاد جلو تا اینجا یه دفعه دستش از رو کار برمی‌داره. اگر یه دفعه دستش از رو کار برداره یه چاله انتهایی وجود میاد که اینجا چون
کاسه گونه هست، تمرکز تنش تو این کاسه زیاده و باعث ترک‌های شعاعی در جهات مختلف میشه که بعد ما توی فیلم‌های رادیوگرافی به صورت ترک‌های ستاره‌ای می‌بینیمشون. حفره ناشی از انقباض در انتهای خط جوش‌های همونجا که منبع حرارت الکترون از سطح جوش برداشته شد را حفره انتهایی می‌دونن. حفره انتهایی در حقیقت یک نوع عیب انقباضیه، یعنی همون سالیدیفیکیشنه در حقیقت و نباید آن را با آندرکات یا حفره‌های گازی اشتباه گرفتش. نگاه کنید این حفره انتهایی، ببینید مقطع ترک ستاره‌ای می‌بینید، یه ترک ستاره‌ای است. پس هر کجا شما دارید تفسیر می‌کنید و خیلی هم دارید دقت می‌کنید، وقتی به مرحله پایانی الکترود میرسید، یعنی جایی که جوشکار میخواد الکترود رو عوض کنید، حتما با ذره‌بین نگاه کنید که استار کرک نداشته باشید. استار کرک ها آخر مصرف یه الکتروده، آخر مصرف الکترود، اونجایی که الکترود که داره تمام میشه و جوشکار دستشا از رو کار بلند میکنه. جوشکار باید دستشا برگرده رو کارگر و از اونجا فاصله الکترود با جوش زیاد کنه تا قوس قطع بشه. علت وجود حفره انتهایی واکنش اکسیداسیون و تبدیل حجم ناشی از تبدیل مضاد به جامد، لکه قوس یا فلش سرگردانم دیگه اینا چیزی نیست که اونقدر اهمیت داشته باشه. لکه قوس، ولی خب رو بعضی فولادا همینم مجاز نیستیم رو خود قطعه الکترودا راه بندازیم. شما کار نداشته باشه در و پنجره و کارهای ساختمانی ما روی خط لوله یا روی قطعات اصلی پرشر وسل اجازه نمیدیم جوشکار روی خود قطعه قوسش ها راه بندازه. اینجاها معمولا اگر فولادتون استحکامش بالا باشه احتمال ترک خوردن و اینا زیاده که اینا پی تی ما میکنیم. الکترود به طور ناخواسته با فلز پایه برخورد نماید. نگهداران الکترود که از عایق خوبی برخوردار نیست قطعه کارا لمس نماید. اتصال بدنه به طور صحیح انجام نگرفته باشه و امکان جرقه زنی وجود داشته باشه. پاششام ترشحام که چیز خوبی نیست و حتما موقعی که میخواید به اصطلاح اینا باید ریموو بشه تا بعد رادیوگرافی یا پی تی یا یو تی یا ام تی یا هر فرآیند این دی تی میخواید بکنید این پاششا رو باید بردارید. پاششا معمولا احتمال داره زیرشون ترک باشه و لذا بعضی اوقات اگر خیلی این ذرات بزرگ رو برمیدارید و اینا باید یه پی تی یا ام تی هم بکنید که جای پاششا ترک خوردگی نداشته باشه. علت وجود پاشش هم انرژی بیش از حد قوس، سود بیش از حد قوس، استفاده از الکترود مرطوب، وزش قوس. وزش قوس هم که به علت میدانهای مغناطیسی اونهاست که علت هم تغییر مسیر قوس در اثر وجود میدان الکترومغناطیسی در اطراف قوس در هنگام جوشکاری باشه. جوشایی که کاملا پر نشده، این اسلاید تکراریه ولی منظورم این بوده که این جوش کامل سطحش پر نشده، اندرفیل یا پرکپید. اندرفیل یا پرکپ یعنی این جوش کامل پر نشده و اینم باید تکمیل بشه و گرده سازی بشه در حقیقت. علتشون ناکافی بودن فلز جوش وارد شده باشه، مناسب نبودن تکنیک جوشکاری و وضعیت نامناسب زاویه الکترود هم خیلی مهمه که یه طرفه بزنید، دو طرفه بزنید، به قول معروف به یک سمت فقط میس الاینمنت داشته باشید. اکسسیو ویوینگ، خیلی بیش از حد ویو کنید. ترامل اسپید تو اسلو، خیلی آهسته برید جلو. لانگ آرک، همیشه آرک بلند براتون دردسره، اصلا و ابدا روی قوس بلند چیز نکنید، مانور نکنید، این خیلی خوب نیست، این باید خیلی کم باشه. یه طرفه نزنید و اینا و تا اینجا که دیگه در خدمتتون هستیم. یه استراحتی بکنیم و بریم سر ورکشاپ بعدی که مال تفسیر و این چیزا هست. خسته نباشید. اگر سوالی چیزی باشه ما در خدمتتون هستیم. میخواین سوالاتو شما دیگه ما کی میایم و کی میریم. خواهش می‌کنم جناب دکتر، من سوالاتو خدمتتون بپرسم پاسخ بدین بعد بریم. خب عرضم به حضورتون که یکی از دوستان که اسمشون کامل نیست پرسیدن آیا اشعه رادیوگرافی بر روی مواد غذایی موجود در کارگاه مثلا قند تاثیر مضر داره؟
ببینید ما همیشه این بحثا داریم که بعضی اوقات راننده با می اومد برای پرتونگاری، غذاش تو صندوق عقب بود، دوربین رادیوگرافی هم تو صندوق عقب بود. بعد به من میگفت که دکتر من حالا این غذامو میشه بخورم یا نمیشه بخورم؟ خب دیگه سوال دیگه ها. واقعیت اینه که پرتوهای بسیار پر انرژی که بتونن رادیکال آزاد کنن تو مواد میتونن خطرناک باشن. مثلا من یه غذایی ببرم بذارم تو راکتور نزدیک جایی که مثلا کلی گاما و آلفا و بتا و نوترون و اینا هست، آره اون غذا را دیگه نمیشه خورد چون گاماهای بسیار قوی هست. ولی گامایی که مثلا برای این مواد رادیوایزوتوپای ما هست، مثلا مثل ایریدیوم، حالا سلنیوم، اینا نمیتونن باعث آزادسازی رادیکال بشن، لذا مشکلی نداره به نظر من. خب ولی اگر تو در مقابل منابع بسیار پرتوزای قوی قرار بدن، بله میتونه رادیکال های آزاد ایجاد بشه و اون وقت دیگه H2O نیست، ممکنه H2O2 باشه. لیزر. بعد جناب آقای ابراهیم بهرامی پرسیدن در مورد عیب رود کانکاویتی امکان دارد گرده اضافه، گرده زیاد باعث بشه ما عیب ریشه را در فیلم نبینیم به اندازه بیس سیاه نشه؟ آره ممکنه، به هر حال ببینید ممکنه، ولی شما گردتون 1 تا 3 میله دیگه نمیتونید مثلا 5 میل گرده بدید که یه جوری رود کانکاویتی ها میسش کنید، یعنی بگید که خب این که سیاه نشده پس بنابراین اوکیه. یعنی شما همون تو ویژوال تستینگ وقتی به جوش نگاه میکنید بازرس میگه که آقا چرا اینقدر گرده سازی کردی اینجا، مگه چیکار پاسی بکنی؟ یعنی یه جوری تنبیهش هم اول میکنن که آقا چرا گرده سازیت اینقدر بلنده. خب نه، ما این کارو نمیکنیم که با گرده زیاد بیایم رود کانکاویتی ها حذفش کنیم. نه، رود کانکاویتی وقتی تصویرش از تصویر بیس، یعنی دانسیته فوتوگرافیکش از دانسیته فوتوگرافیک بیس بیشتر شد، ریپر میکنه. ولی اگر کمتر بود، اگر بیشتر بود تعمیر میکنیم، اگر کمتر بود ازش میگذریم. درست. جناب آقای بیرانوند، رسول بیرانوند پرسیدن تعمیر در استنلیس استیل ها چند بار مجاز است؟ 1 بار. فقط یک بار. ببینید جوشکاری میکنیم، اندیتی میکنیم، LOF داشتیم، LOP داشتیم، هر چی داشتیم، 1 بار مجازیم تعمیر کنیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم این فولاد پرکروم نیکلا و یه ریزم کربن همراهش هست که حالا حدود 100 400 800 کربن هست، در اثر تکرار جوشکاری این کربن با کروم واکنش میدن و میشن کاربید کروم و کاربید کروم دیگه نقش حفاظت از خوردگی ها نداره. ما تا زمانی که کروم مجرد هست، من اینجوری میگم که دوستان جوان ما یادشون باشه، تا کروم مجرد هست مثل سربازیه که بفرستش جبهه میره با این تو خط کار میکنه، میجنگید ها. ولی اگر متأهل شد دیگه، یعنی با کربن واکنش داد کروم، دیگه به هیچ عنوان جبهه دیگه نمیجنگید برای شما. لذا یونای خورنده مثل کلور و اینا به راحتی به فولادهای زنگ نزن حمله میکنن و عیوبی مثل پیتینگ و کرویس و اینا به وجود میاد. پس بنابراین ما 1 بار تعمیر میکنیم. اگر دیگه واقعا، اگر دیگه چی میگن، دیگه خیلی مجبور بودید که یه تعمیر یا تکرار کنید، واقعا ملاحظات انجام بدید با آمپر کم، با جریان کم، ولی کد به شما اجازه نمیدید که بیشتر از 1 بار تعمیر کنید. ممنونم جناب دکتر. آقای مهدی جعفری، آقای دکتر یه توضیح در مورد فلاکس میدین؟ فلاکس بله پودر جوشکاریه. ببینید ما تو جوشکاری زیر پودری SAW سابمرج آرک ولدینگ ما معمولا پودر فلاکس ها میریزیم رو جوش و سیمجوش میره تو پودر و اون زیر قوس مخفی داریم، یعنی ما قوس ها نمیبینیم. و تو جوش‌های کارگاهی، تو جوشکاری‌های صنعتی ضخامت‌های زیاد ما معمولاً با الکترود دستی دیگه جوشکاری نمی‌کنیم چون خیلی کند الکترود دستی.
هر دقیقه باید یه الکترود برداره مثلا مصرف بشه، دوباره یه الکترود کنه تو انبار. همینطور این سرعت پیشرفت جوش خیلی کند میشه. لذا ما میایم زیر پودری جوش میدیم، درزا رو آماده میکنیم، فیکسچر میذاریم، قطعات تا پیش مونتاژ میکنیم کنار هم. بعد یک سیستمی مثل جارو فلاکس میریزه، سیم از توی کلگی دستگاه میره قوس میزنه زیر پودر که اون فلاکس هست و جوشکاری انجام میشه. قوس مخفی و سرعت جوش هم خیلی زیادتر از الکترود دستی است. جناب آقای ابراهیم بهرامی پرسیدن میشه یه توضیحی در مورد NDT پلان بدین در حدی که بشه؟ خب ببینید NDT پلان در حقیقت نگاه کنید یه چیزی خدمتتون عرض کنم به خاطر این تجربه 30-40 ساله خودمون تو این داستانا. ما عیوبی که با چشم میبینیم به هیچ عنوان سراغ NDT نمیریم. یعنی وقتی شما تو ویژوال اینسپکشن هر چی عیوب هست باید ببینید و گزارش کنید. خب وقتی میریم سراغ NDT که یه سری عیوبا دیگه با چشم غیر مسلح نتونیم ببینیم، اون وقت میریم سراغ NDT هم در حقیقت شما یه پلنینگی باید داشته باشید به این صورت که برای متریال هایی که دانه درشت نیستن مثل استنلس استیلا که دانه هاشون خیلی درشت هست، یوتی خیلی سخت به شما جواب میده. لذا تو اونجاها یه روش حجمی با یه روش سطحی با هم انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی جوشایی که مثلا یه خط لوله هست کربن اسید اجرا کردیم، جوشا رو رادیوگرافی میکنیم، ضمن اینکه PT یا MT هم میکنیم. PT یا MT برای تعیین عیوب سطحیه، رادیوگرافی برای عیوب حجمی. حالا اگر نتونیم آرتی کنیم میتونیم یوتی بکنیم به علاوه پیتی، یوتی بکنیم به علاوه امتی، بستگی به جنس متریالمون. پس بنابراین پلنینگ NDT ما بعد از ویژوال اینسپکشن که تمام عیوبی که با چشم غیر مسلح میتونیم گزارش کنیم اونجا باید گزارش کنیم، عیوب گرفته بشه و اقدامات عاجل انجام بشه. دو روش باید حتما روی یک سرجوش اعمال بکنیم، یکی کنترل حجمی، یکی کنترل سطحی. کنترل حجمی روش رادیوگرافی یا روش اولتراسونیک، یکی از این دو تا. هر کدوم هم جایگزین اون یکی استاندارد به شما اجازه میده که شما مثلا اگه آرتی نمیتونید بکنید، حالا چشمه رادیواکتیو مثلا به خاطر تحریما تو کشور ما وارد نمیشه و رادیوگرافی نمیتونید بکنیم، خب میایم سراغ یه شرکتی که اولتراسونیک بتونه انجام بده. اولتراسونیک به علاوه یا پیتی یا امتی. پس بنابراین ما دو روش همزمان تو پلنینگ اعمال میکنیم، یه روش کنترل حجمی، یه روش کنترل سطحی، اون تا بعد از ویژوال اینسپکشن و تمام کارهایی که میتونیم انجام بدیم. ممنونم. جناب دکتر، جناب مرتضی اولیایی پرسیدن که در خصوص اشعه گاما و اشعه ایکس هر کدوم چه متریال هایی رو میتونیم تست بکنیم و تا چه ضخامتی؟ خب ببینید آقای اولیایی عزیز، عرضم به حضور شما، ما تا زمانی که کوبالت 60 به کار بگیریم ما 20 سانتی متر فولاد تقریبا میتونیم رادیوگرافی کنیم با کوبالت 60. ولی کوبالت 60 مدت هاست دیگه در دست پرتونگار و شرکت‌های معمولی که با یکی دو سه نفر تشکیل شدن نمیدن. مثلا ممکنه به ماشین سازی عراق بدن، به آذراب بدن و کوبالت 60 چشمه بسیار قویه و تا 20 سانتی متر فولاد میتونید شما رادیوگرافی کنید. منتها دوربین کوبالت 60 روی یک چهارچرخ سنگینی تو سایت حرکت میکنه، چون دوربین حدود 250 کیلوه. یعنی اینجوری نیست که پرتونگار وردارید با دستش بره سر کار از برج هم برید بالا، نه خیلی یک کارتی دارید که هول میدن و چشمه را جابجا میکنن و پرتوگیریش هم بسیار وحشتناکه و سازمان‌های اتمی کشور دست آدمای معمولی این چشمه‌های کوبالت 60 نمیدن. ولی با ایریدیوم 192 شما حدود 8 سانتی متر میتونید رادیوگرافی کنید
منتها با تکنیک های مالتی فیلم، یعنی فیلم ها را 3-4 تا پشت هم بذارید پشت قطعه و شوت کنید و بعدم برای تفسیر هر 4 تا فیلم ما بذارید روی هم و پشت ویور بخونید. آره 8 سانت دیگه از اکثر رایج. در مورد آلومینیوم حدوداً مثلا و تمام متریال‌هایی هم که میتونیم با گاما استفاده کنیم بیشتر ما رو کربن سیلا و اینا هستیم. فولادهای زنگ‌نزن، آلیاژهای پایه تیتانیوم، آلیاژهای پایه حتی نیکل، آلیاژهای پایه آلومینیوم، منیزیم، اینا همه متریال‌های گران با اشعه ایکس رادیوگرافی میشن. چون کوبالت مثلا استنلس استیل با کوبالت بگیریم تفسیر فیلمتون خیلی زیاد یعنی شارپ نیست، تصویر شارپ نیست به خاطر شبکه FCC، شبکه اتمی FCC که تصویر خیلی خوبی ما نداریم و لذا اونجا دستورالعمل‌ها حتما میره روی ایکس، میگن ایکس رادیوگرافی نه گاما رادیوگرافی. جناب آقای صادق کلانتریان، جوش زیر پودری رو میتونیم روی ضخامت‌های پایین هم انجام بدیم؟ رایج نیست نه اینکه نتونیم، رایج نیست. اون جایی که ما سرعت کار میخوایم زیادتر باشه میریم سراغ زیر پودری، به هزینه‌اش نمیصرفه. بعد جناب خسروی، با عنایت به اینکه فیلم‌های رادیوگرافی 2 بعدی هستند، معیاری به غیر از تیرگی عکس در اختیار میباشد در صورتی که فیلم تفسیر جوش مورد تایید باشد و در تست هیدرو. خب بذارین اول سوال اولیش میگه که فیلم‌ها 2 بعدیه به جز در واقع. ببینید چون اتفاقا این داستان تفسیر فیلم از اینجا میاد که چون ما عیوب 3 بعدی هم میبریم روی فیلم 2 بعدی و حالا میخوایم قضاوت هم بکنیم. قضاوتمون هم چطوریه؟ مرگ و زندگیه، یا ریجکته یا اکسپته. یعنی درست روی پل صراط داریم راه میریم، در حقیقت یه خورده اینور بیافتیم میشیم ریشوت یا ریجکت، اون طرف بیافتیم میشیم اکسپت. لذا خیلی تصمیم گیریش حاده. اگر ما یک LOF یا نشناسیم و نبینیم و اوکی بدیم گرفتار کردیم خودمون. اگر یه ترکا نبینیم و اوکی بدیم گرفتار کردیم خودمون. بعد به ریشمون میخندن میگن فلانی آمد اینجا ترکا رو هم اکسپت میکرد میره. اصلا خب خیلی برای ما چیز داره، به قول معروف حرف داره که اینطور نکنیم. لذا تفسیر یه کار پرمسئولیتیه، ولی به هر حال 13% احتمال خطا وجود داره، چون همون عیب 3 بعدی ها شما روی فیلم 2 بعدی میخواهید قضاوتش بکنید. لذا این من به همین خاطر امروز خدا شاهده این اسلایدهای قدیمی رو آوردم و با شما کار کردم، به خاطر اینکه بدونید عیوب چرا به وجود میان، کجا به وجود میان، علتش چیه و چگونه میتونیم باش مقابله کنیم. این خیلی مهمه. لذا شما انشالله یه خورده فیلم هم بخونید دیگه همه این نکات ها متوجه خواهید شد. جناب خسروی احتمالاً تجربه‌ای دارن، میگن که توی تست هیدروستاتیک نشتی داشتن اما توی فیلم در واقع تفسیر رادیوگرافی تایید گرفتن از مفسر. دنبال اینن که بفهمن چجوری میتونن قصور یا عدم قصور مفسر فیلم‌ها بخونن، فیلم‌ها بکشن بیرون از تو آرشیو. ببینید فیلم‌ها یه فیلمایی هست، فیلم‌های رادیوگرافی 100 سال هم نگه می‌دارن. یعنی الان ما فیلم‌های نیلگاه بوشهر مال زمان 1374 الان 1354 یعنی 54 الان نزدیک 60-70 سال فیلم‌ها هستشون رو میخوننشون. هنوز این روزها این فیلم‌ها رو دارن میخونن و تفسیر میکنن. لذا فیلم از تو آرشیو در بیارید، با توی تاریک خونه با یه مفسر با تجربه بخونید و قضاوت کنید. احتمال داره جناب دکتر ترکی توی هیدروستاتیک به وجود بیاد. در واقع هیدروستاتیک قاعدتاً چون نشتی دارن پس ترک هست. آیا ممکنه این ترک تو رادیوگرافی گرفته نشه، اصلا تو فیلم دیده نشه؟ دیده میشه. چون عمود بر سطح دیده میشه. لامینیشن که نیست که نتونیم بگیریمش، ولی ترک ها میتونیم. ممکنه میس کرده مفسر، یعنی مثلا با سرعت فیلم خونده، یعنی یه نگاه کرده اوکی ها متمرکز نشده. فیلم از تو آرشیو بکشن بیرون میتونن پیداش کنن. جناب آقای کلانتریان راجع به جایگزینی فیزد اری با UT و RT سوال پرسیدن که از نظر شما. خب ببینید فیز اری و TOFD و روش‌های نوین
اولتراسونیک هم روش‌های خوبی هستند واقعا. من نمیتونم بگم که خدای نکرده این روش‌های علکی هستن و مبنای علمی ندارن. نه اینا مبنای علمی دارن، روش‌های خیلی خوبی هستند. ولی آنچه که رادیوگرافی تو ذاتش داره و اینا من به خاطری که به هر حال من 2 تا کتاب رادیوگرافی نوشتم، 2 بار من هم به اصطلاح لول 3 ایزو شدم، هم لول 3 SNT شدم و حالا کار اتمی من بوده، همیشه با هم اشعه و پرتو و نمیدونم سر کار داشتم، خیلی شیفته این کار بودم. هنری که رادیوگرافی داره هیچ روشی نداره. اینا باور بکنید، نه اینکه حالا به خاطری که ما میخوایم چیز کنیم، حالا چون تو این کار خیلی آلوده شدیم و اینا از حرفمون دفاع کنیم، نه، واقعا هنری که رادیوگرافی داره هیچ چیزی نداره. رادیوگرافی تمام زوایای کو را به شما نشون میده و پرمننته. من قبول دارم الان با اولتراسونیک هم فریز میکنید تصویرها و میتونید عیوبا چیز کنید و اینا، ولی اون هنری که رادیوگرافی داره به هیچ عنوان روش‌های دیگه نداره. من اعتقادم اینه. آره. بسیار. جناب دکتر، من یه عذرخواهی دوستان بکنم، من تصویر خودم رو ندادم، گفتم مشکل سرعت اینترنت پیدا نکنیم، تصویر وب خودم رو ندادم. حالا صدای بنده رو فقط دارین. جناب منجزی برنترو درست متوجه نشدن منظور از برنترو سوختگی داخلیه. یعنی اینکه ببینید خیلی اوقات جوشکار اگه لاک آف پنتریشن بگیره تو خط لوله خب بیرونش میکنن دیگه. 2 روز که تعمیر بیاره میگن این دردسره، اصلا آزادش کنید، اینا نگرش ندارید، چون مرتب هرچی این جوش میده دیگه 100% NDT میشه. وقتی یه جوشکار بد سابقه شد مرتب کارش هم میذارن زیر چشم دیگه، ولیزا برای اون پیمانکار صرف نمیکنن. این بچهای منجزی هم همشون خدا رو شکر جوشکارن، فامیلای منجزی و اینا، لیموچین و اینا همشون جوشکارهای خوبی هم هستن. خب وقتی یه کاری مرتب رفت زیر سوال دیگه 100% کار شما رادیوگرافی میشه و امروز هم هر بلفیلم رادیوگرافی حدود 100,000 تومان در میاد و اصلا صرف نمیکنه برای پیمانکار که یه جوشکار ناشی و نااهلیا بیارید اونجا باش کار کنید. لذا خیلی مهمه که شما کارتون رو درست انجام بدید و کمتر تعمیر بیارید. لذا جوشکار از ترس اینکه دچار LOP نشه، لاک آف پنتریشن، آمپر هم میرید بالا و پاسریشی را با نفوذ زیاد میزنید. خب خیلی اوقات خود پاسریشه میزنید مذابا میریزید پایین و یه سوراخ اونجا جا میمونه که گوشواره‌های دورش هم هست که اون گوشواره‌های دورش به صورت اکسسی دیده میشن، سفید رنگن، وسطش به صورت سیاه دیده میشه. برترو سوختگی داخلی، حالا اصطلاحاً ما ترجمه میکنیم سوختگی داخلی. و بعضی اوقات هم پاس 2 که میخوایم بزنیم پاس 1 سوراخ میکنیم، یا پاس 1 خیلی سنگ زده باشیم پاس 2 که میخوایم بزنیم میزنیم اون جوشا سوراخ میکنیم و چیز میکنیم. بسیاری. جناب اولیایی تو تکمیل اون صحبت در ارزم به حضورتون که فرمودین چند تا فیلم باید بذاریم مثلا برای کوبالت پرسیدن کامپوزیت فیلم. آره. منظورشون نوشتن اوورلپ فیلم ها هست یا منظور کلا؟ نه. اوورلپ فیلم ها همیشه دعوایی هست تو اوورلپ فیلم که به اندازه یه حرف سربی قابل ردیابی. بله. روی این فیلم و رو اون فیلم. خب این مال ردیابی یا اوورلپ فیلم که معمولا حدود حالا 1 سانت 1 اینچ 1 سانت کفایت میکنه. عرضم به حضور شما که فهمش کردیم چند تا فیلم. بله یه روشی داریم مالتی فیلم. روش مالتی فیلم این است که من یه قطعه خیلی ضخیمی ها مثلا 8 سانت به من دادن که اینا با ایریدیوم مثلا شوتش کنم. خب من این 8 سانت تا که بخوام شوت کنم اگر چشمم 20 کوری باشه شاید حساب کنم حدود 6 ساعت باید تو شوت بمونم و وقتی کارگاه رو تحویل گرفتم اگه بخوام چشمم 6 ساعت بیرون باشه صبح شده و کارگران اومدن سر کار و من هنوز تو شوتم و سیفتی هم به من اجازه نمیده، میگه آقا شوتو جمع کن برو دیگه تو اینجا چشمت بیرونه همه دارن پرتو میگیرن. لذا ما به خاطری که زمان شوتینگمون رو کم کنیم یک یه تکنیکی به کار میبریم به نام مالتی فیلم، یعنی چند تا فیلم از یک نوع پشت هم میذاریم
ورقه های سربیا یک در میون میکشیم بیرون که 2 تا سرب پشت هم نباشن، یک در میون لایه سربی بینشون میذاریم پشت قطعه و شوت میکنیم. بعد همه این فیلم ها رو میذاریم تو تاریخ‌خونه ظهر و ثبوت خوش میکنیم. بعد وقتی میخوایم تفسیر کنیم رو هر کدوم از این فیلم ها بخشی از تصویر اومده، لذا همه این فیلم ها رو میذاریم رو هم و سرجوشا تفسیرش میکنیم. هر کدوم از این جوشا، هر کدوم از این فیلم ها دانسیته 2 را دیگه ندارن، مثلا دانسیته 1.7 دارن، 1.5 دارن ولی از 1.3 کمتر نباید باشید، ولی رو هم دیگه دانسیته مثلا 3.5 یا 4 یا 2.5 یا چیزی دارن. بعد ارزم به حضورتون که یه سری از دوستان سوالاتشون خیلی کلیه، مثل پرسیدن راجع به عیوب قطعات ریختگری یا تست آلتراسونیک. حالا من اونهایی که یه مقداری توی این تایم میشه پاسخ گفت، آقای دکترم حالا یک مقدار خسته شدن، جناب ایزانلو پرسیدن دکتر وقت بخیر عیوب جوش خط لوله زیر آب هم به همین شکله؟ بله خطوط منتها خط لوله زیر آب معمولا الکترودا سلولوزشون زیاده که گرمای زیادی ایجاد کنن که جوش دچار لکا فیوژن و اینا نشه، چون سرعت انتقال تو آب خیلی زیاده. درست. یعنی خیلی جوش سریع سرد میشه و لذا باید یه مقدار هیت بیشتری بکنیم تو جوش که جوش کامل انجام بشه. بسیاری. جناب پویان صمدی میشه توضیح بدید که چرا نمیتونیم عیب باندینگ را در آرتی ببینیم، عیب عدم در واقع جوش بین 2 تا سطح رو، و اینکه جهت رادیوگرافی همیشه باید عمود بر خط جوش، عمود بر جوش باشه؟ نه ببینید ما حتما نباید عمود باشه، عمود بهتر به ما عیوبا نشون میده. ما فقط جایی که تو جوشکاری عیوبا نمیتونیم خوب ببینیم و با شک و تردید میبینیم تو لکاف ساید وال فیوژنه، یعنی اون جاهایی که بولا داریم یه عدم ذوب بین بول و ولد متال، یه عدم ذوب بین بول و ولد متال به وجود میاد که اینا را ریتیک میکنیم، یعنی میگیم که یه چیزی مثل لکاف ساید وال فیوژن اینجا هست. آقای مهندس معتمدی شما ببین تشخیص میدی، حالا 1-2 تا بچه‌ها هم صدا میکنیم، ازشون نظر مشورتیشون رو میگیریم و اگر به این اجماع رسیدیم که نه نمیشه اینا فهمید که واقعا لکاف ساید وال فیوژن هست یا نیست، یه ریتیک میذاریم روش، میگیم این جوشا امشب که پرتونگار اومدن تو همین جهت بول بگیرنش، یعنی درست تو سطح بول، یعنی اشعه درست زاویه بول را بگیره و بره پایین و اونجا اون عیب اگر لکاف ساید وال فیوژن باشه روی یه فیلم دانه ریز مثلا دیفوری یا MX-125 به خوبی قابل تشخیص. بسیاری. ارزم به حضورتون که بعد راجع به باندینگ هم پرسیدن که باندینگ ها نمیتونیم تشخیص بدیم، مثل شبیه لامینیشن، چون آره یه خورده سخته، چون ناپیوستگی اونقدر چیزی نیست، عمود میشه کاملا به پرتو. بله و سوال آخریشون هم اینه که عمق عیوب آیا میشه تشخیص داد تو رادیوگرافی؟ ببین تجربه خیلی مهمه، از روی اختلاف دانسیته ما میتونیم بفهمیم که این پروسیتی آیا خیلی گود هست یا کم گود هست یا چگونه هست. ولی وقتی تو استانداردهای تفسیر نگاه میکنیم میگه image density is not میگه که دانسیته A معیاری برای اکسپت یا ریجکت نیست، یعنی میگه که نگو که این پروسیتی تصویرش خیلی تیره است پس من اینا ریپر میدم یا بگم اکسپتش میکنم. لذا ما با سایز عیوب سر و کار داریم، با تیرگی و کم تیرگی و پر تیرگی میفهمیم که به قول معروف اونهایی که خیلی تیره ترن عمقشون بیشتره، ولی اینجور نیست که حالا بگیم چون خیلی سیاهه پس ریپر بده. بعد جناب محمد دیناری رادیوگرافی برای قطعات با قطر چند سانت امکان پذیر است؟ خب اینو که توضیح دادم دکتر، ولی با قطر حالا قطر مهم نیست، خود 56 اینچ هر چی میخواد باشه. زخامتی دیگه پای مخزن کروی هم میتونیم یه سورس بذاریم وسطش و فیلم بچسبونیم دورش رو شوت کنیم از هر فاصله خاصی، منتها زمان شوتمون خیلی طولانی خواهد شد.
جناب اولیایی پرسیدن چطور میتونیم توی تفسیر در واقع فیلم‌های رادیوگرافی لوله‌های 2 اینچ متوجه بشیم که کدام دیواره در فیلم هست، دیواره جلو یا دیواره پشت، دیوارها رو میشه از توی تصویر دیواره‌ای که نزدیک فیلمه شارپتر از تصویر دیواره‌ای است که دور از فیلم. همیشه عیوب وقتی میخوایم حتی تشخیص هم بدیم، عیوبی که نزدیک فیلم هستن خیلی شارپن، عیوبی که دور از فیلم هستن فوزی هستن، همچنین محالودن، خوب نمیتونه قضاوت کنه. حالا توی تصاویر توی ورکشاپ بعدی بشون بسیاری من اصلا کنم تاثیر خودم یه لحظه بیارم. آقای دکتر میشه یه توضیح بدین راجع به ادامه ورکشاپ؟ ما تا ساعت 8:30 به دوستان الان چقدر وقت داریم؟ الان 10 دقیقه، یه احتمالاً ساعت 8 میخوایم مجدد استارت بزنیم یا نیم ساعت. آره ان شاء الله بتونیم. راجع به چه مبحثی هست؟ توی ورکشاپ هم ما میخوایم ببینیم که حالا چگونه فیلم‌های خوبی با کیفیت عالی تولید بکنیم و بتونیم راحت تفسیرشون بکنیم. بیشتر همین تکنیک‌های رادیوگرافی و رسیدن به یک تصویر شارپ و خوب هست. اسفتیمون چقدر باشه، یوجیمون چقدر باشه، نمیدونم ارزم به حضور چه ضخامتی، چه اسفتی بدیم، آیکیوهای چندم ما باید ببینیم. همیشه تو کارگاه ها دعواست. همیشه دوستان میگن که من 6 تا وایر میخوام، اون یکی میگه من 5 تا میخوام، اون میگه 4 تا میخوام. در حال همیشه هیچ کدوم زبان مشترک هم ندارن، به خاطر که آرتیکل 2 خوب عمیق نخوندن. ولی ما میخوایم بگیم که آقا این ضخامت، این وایر شاخصش رو شما باید ببینید. میخواد وایر دوم باشه، میخواد وایر سوم باشه، میخواد وایر چهارم باشه، میخواد وایر ششم باشه. بعضی اوقات اگر دسته آیکیوهایتون مثلا حالا ضخیم باشه، نازک باشه، ممکنه تعداد وایرهای کمتر یا بیشتر یا ببینید. ولی مهم اینه که ما بیایم بر اساس جداول T276 اون ضخامت وایر چندم باید. یکی از دوستان ایران من راجع به عیوب مصنوعی تو آرتی پرسیده، همون آیکیوهای ها میشن دیگه؟ نه، عیوب مصنوعی میشه آرتیفکتا. عیوب مصنوعی که کمک کنه به تشخیص حساسیت فیلم ها. خب نمیذاریم ما عیوب مصنوعی توی آرتی؟ نه که رو قطعات عیوب مصنوعی ایجاد کنیم. مثل آرتیفیشال فلاشیمایی هست که توی ما آرتیفکتاست دیگه، آرتیفکتا دیگه در حقیقت جزء مباحثمون هست. دوستان عزیز، سوالاتی که پاسخ داده نشد رو من همه اینها رو در اختیار جناب دکتر قرار میدم و براتون ارسال میکنیم. بعضی از دوستان سوالاتشون خب خیلی جامعه، یعنی سوالشون عنوان یه دوره هست و بعضی از دوستانم خب سوالات دیگه دارن تو حوزه‌های دیگه. همه اینها رو پاسخ میدیم، ولی اگر اجازه بدین یه 10 دقیقه به جناب دکتر در واقع فرصت بدیم گلویی تازه بکنن. ما رأس ساعت 8 ان شاءالله تا 8:30 حالا یه 10 دقیقه این ور اونور در خدمتتون هستیم. یه سری فیلم‌های آموزشی هم تو این بازه در خصوص رادیوگرافی در واقع پیشرفته روش‌های نوین رادیوگرافی هست که آماده کردیم خدمتتون ارائه میدیم. پس لطفاً ساعت 8 حدوداً 8:05 دقیقه به جمعمون مجدد اضافه بشید تا پایان سمینار ان شاءالله در خدمتتون هستیم. خسته نباشید جناب دکتر. خسته نباشید. سلامت باشید.
James Fisher NDT offers a range of traditional film and digital radiographic inspection techniques, which can be provided both on-site and at our purpose-built facility. James Fisher have been using digital radiography for a while now. We're one of the leaders in the country for starting up with this system. We're aiming to convert from film radiography to digital and computerised radiography, which eliminates the cost of film, which is a high cost for us as a business and for our customers. Currently in Deeside we have 4 X-ray bays, with another 4 getting built in the near future. All materials that can be inspected using film-based radiography can be inspected using digital CR. The X-ray bays at James Fisher NDT can be used for either technique. The shooting process is the same, so our bays can be used for digital or for conventional radiography. It's just really the scanning of the imaging plates and the viewing of the images which is different. Rather than exposing onto film, the X-ray image is recorded onto a storage phosphor imaging plate, or IP, which can be erased and reused after scanning. When the IP or the imaging plate is scanned, the scanner removes the IP from the cassette and a laser reads the IP. And where the radiation has been stored on the phosphor, the energy is released and it's converted to a digital signal. The high-resolution IPs have the potential to see defects as small as 63 microns and can inspect a greater range of thickness in a single exposure compared to film radiography. This system is a 14-bit system, which means it can see 16,383 shades of grey. You can get a closer look at defects. You can measure defects a lot more accurately with this system. If you want to have a closer look at something, you can just zoom in on an area and you can then measure the areas with this little tool here. So you can get an accurate reading of what kind of size defects and things are. Digital radiography is a lot more environmentally friendly than conventional X-ray film. We can get images to our clients much quicker than we can wet film, so it's good for quick turnaround. It's a really good system to use. Everyone's comfortable using it. It's working out really well. James Fisher NDT continues to expand its digital and conventional film radiography facilities to offer the most comprehensive service to its clients.